سلام، یه درس خوشگل دیگه میخواد شروع بشه امروز در مورد بطری. نه، میخوایم راجع به ملکیت ها صحبت کنیم. این بطری منه. چجوری همچین جمله هایی رو به انگلیسی بگیم؟ این درس نکات خیلی زیادی داره، حتما با من همراه باش و از نکاتش یادداشت برداری بکن. اگر درسای قبلی رو ندیدی حتما برو وارد چنل بشو و درسای قبلی رو از ابتدا ببین و از پایه با من بیا جلو. راستی دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزن که هر 3 شنبه و هر 5 شنبه ساعت 9 شب به وقت ایران اولین نفری باشی که از درس ها استفاده میکنی. برو بریم سراغ درس جدیدمون. وقتی که داشتم سوالهای مربوط به اسم چیه یادته برای معرفی کردن و پرسیدن اسم یک نفر رو بهت یاد میدادم، خب با یه سری کلمات برخورد کردیم. مثلا بود your name، یادته؟ یه کلمه دیگه بود مثلا our names، اسمهای ما. اونجا بهت گفتم میام درسشو بهت میدم. خب یا مثلا بود their names، اسمهای آنها. ببین یادت باشه ما میخوایم با یه گروه کلمه آشنا بشیم. خب این کلمات بهشون میگن possessive adjectives. با من تکرار کن. possessive adjectives. possessive کلا یعنی ملکی. حالا اسمش خیلی مهم نیست، این که تو کاربردش رو بلد باشی خیلی اهمیت داره. با من بگو possessive و adjectives. adjectives یعنی صفت یا صفات. در حقیقت به اینها میگیم صفات ملکی. adjective صفات، possessive ملکی. به اینا میگیم صفات ملکی. یادت باشه اول از همه دلیل داره که من به اینا میگم صفات ملکی. دلیلش هم یه دلیل بسیار محکمه که اینها همیشه always before a noun، همیشه always before قبل از یک noun، یک اسم میان. آها، بریم ببینیم مثلا چیا هستن. خیلی هاشون هم تو باشون آشنایی ها. اولش هست my، فعلا تلفظش یاد بگیریم. بعدی هست your. بعدی هست his، این برا پسره ها. بعدی هست her. بعدی it's. حواستو جمع کن، آپاستروف نداره ها و نداری آپاستروف بذاری. اگه آپاستروف بذاری میشه it is، میشه همه it is، ولی این فرق داره. این it's برای نشون دادن مالکیت غیر انسانه. حواست جمع باشه. بعدی هست our. خب و یه نکته بهت بگم، singular، من میتونستم اینجا singular هم بنویسم، حالا اینجا چون جا نداشت دیگه ننوشتم. singular یعنی مفرد. plural، بگو plural یعنی جمع. میبینی اینا جمع بودن، اینجا هم جمع هستن. بگو our. بعدی your. بعدی their. اینو نخونی دیرا، این آی رو اصلا نخونش، بگو their. یادت باشه این همش همون صرف کردن خودمونه دیگه، من تو او ما شما آنها دیگه، این همونه. ولی نگاه کن یه راه باحال داره برای ترجمه صفت‌های ملکی. میتونی اینها رو ترجمه کنی مثلا من، تو، او پسره، او مثلا دختره، او غیر انسانه، ما، شما، آنها. یعنی چی خب ببین مثلا میخوام بگم مثلا اسم من، میگم my name. خب چون اینا همیشه قبل از اسم میان دیگه، درسته؟ میگم my name یعنی اسم من. حواست هم هست دقیقاً برعکس فارسی ترجمه میشه. مثلا من تو فارسی میگم اسم من،
تو انگلیسی اول مای اومده بعد نیم. بهش دقت کن. کلا ملکیت ها برعکس فارسی ترجمه میشن. اینو یاد باشه، خیلی جاها میتونه بهت کمک کنه. My name، اسم من. مثلا تو یه ماشینی داری، میخوام بگم ماشین تو، میشه چی؟ کمکم کن. Your چی؟ کار. آفرین. کار یه اسم، یه نونه. این یور که یه صفت ملکیه قبلش اومد. ببین صفت ها همیشه قبل اسمن دیگه. خب یکی از جایگاه های مهم صفت ها قبل اسمه. اینم اومده قبل این اسمه. مثلا دیگه چی میتونم بگم؟ گوشی موبایل میتونه فون معنی بشه. فون حالا یا سل فون یا خود سل فرق نداره. من فونشو در نظر میگیرم. اون پسر موبایل داره. خب میخوام بگم گوشی او. میگم چی؟ کمکم کن. His phone. آفرین. بذار با H بزرگ حالا همینجوری برسم، چون حالا همه رو با بزرگ نوشتم. بنویسم his phone، یعنی گوشی او. خب اون دختر بچه یه عروسکی داره. عروسک به انگلیسی میشه چی؟ بگو دال. میخوام بگم عروسک او. میگم چی؟ میگم her برای دختر، her دیگه، her doll یعنی عروسک او. و حالا مثلا یه توتی ما داریم. خب رنگش سبزه. میخوام بگم رنگ آن. توتی غیر انسانه دیگه. خب میتونم از ایتس استفاده. حالا فرق نداره. یه ماشین داریم رنگش، میخوام بگم رنگ آن. میگم چی؟ چون غیر انسانه میگم it's، آپاستروف بذارم به هیچ عنوان، این ملکیه. میگم it's color. حالا دقت کن، من اول اینجا واسه یه توضیح بدم. نکن color 2 تا دیکته داره. میتونی یه OU بنویسی و بعد R. این دیکته بریتیششه، ولی آمریکایی‌ها معمولا این یو رو نمیذارن. برای خیلی از کلمات دیگه این اتفاق میفته. هر وقت دیدی اینجوریه بدون اون که یو داره معمولا امریکنه. اون که یو داره ببخشید معمولا بریتیشه. اون که یو نداره امریکنه. خب حالا بذار یه ذره بزرگتر بنویسم. میگم it's color یعنی رنگ آن. it's color. خیلی خوب. مثلا میخوام بگم رنگ آن هست آبی. میگم its color هست is blue. آبی. میتونی اینجوری تو جمله ازش استفاده کنی. بریم بعدی. حالا ما میخوام بگم خانه ما، house یا home به معنای خانه. خب کمکم بکن. کمک. میخوای بگی our home یا our house. خانه ما، our home، our house. جالبه. حالا مثلا شماها یه معلمی داری. میخوام بگم معلم شما. میگم چی؟ کمک. your teacher. خیلی خوبه. و آخریش مثلا اونا لپتاپ هایی دارن. لپتاپ میشه همون لپتاپ خودمون. میگم لپتاپ های آنها. میگم چی؟ میگم their laptops. یه اس جمعم رفت حالا زیر این هاوسه. their laptops یعنی لپتاپ های آنها. تلفظ کن با من their laptops. خب که اینها بهشون میگفتیم چی؟ صفت‌های ملکی. همیشه قبل از اسمی اومد. پس نگاه مثلا میخوای بگی اسم ما هست، میگی چی؟ اسم ما. کمک چون ملکیه. our names یعنی ما چون چند نفری میشه اسمهای ما دیگه. اسم ما هست چون چند تا اسم جمع. are اسمهای ما هست. بهت گفتم خیلی وقتا جمع و مفرد توی فارسی انگلیسی با هم یکی نیستن.
خب میگی our names are مثلا علی and محمد رضا. خب پس دقت کردی این صفت‌های ملکی خیلی کاربرد دارن تو انگلیسی ها. خوب بهش دقت کن. وایسا خوش میگذره سر کلاس، دکمه سابسکرایب رو بزن. بریم ادامه درس. خب بریم 2 تا مثالم باهاش بزنیم. خب با همینا کمکم میکنیم. بگو که دوستانه مثلا نه این شکلی بگو دوست ما مثلا ایرانیه. چه شکلی میگی؟ دوست ما میشه چی؟ میشه our friend. خب ببین به نظرت اینجا ایز بذارم یا آر؟ نظرتو چیه؟ نظرتو بگو ببینم. اینجا ایز بذارم یا آر؟ حواستو جمع کن. این اور گولت نزنه ها. ممکنه اینجا دیر بذارم مثلا دیر، ممکنه یور بذارم، این جمع رو بذارم. این اصلا مهم نیست ها. این فرنده مهمه که یه دونه است. اینو حواستو جمع کن. میگه our friend دوست ما هست، پس یه دونه است. درسته دوست ماه ولی یه نفره، پس میشه our friend is مثلا ایرانیه. our friend is Iranian. آفرین. حالا ازش بپرس که مثلا اسم اونا چیه؟ اسم آنها their names. حالا چون چند تا اسمه خب چیکار میکنم؟ با آر باید سوالم رو درست کنم. چی که میشد what، بعدش یا آر یا ایت، چون اینجا جمع آر میگم what are their names، یعنی اسم اونا چیه؟ what are their names. به همین راحتی. بریم یه کوچولو دیگه در مورد ملکی ها صحبت کنیم. برمیگردم بریم یه ذره دیگه راجع به ملکی ها صحبت کنیم. خب توی این قسمت من چی یاد گرفتم؟ صفتهای ملکی رو یاد گرفتم و این رو یاد گرفتم که آقا این صفتهای ملکی همیشه قبل از اسم میان. که حالا 2 تا مثالم یک بار دیگه میزنیم با هم. مثلا میخوام بگم شلوار من. خب شلوار میشد pants. میگم my pants. خب یا حالا مثلا یه مثال دیگه هم با این their میزنم، آنها. مثلا میخوام بگم کارخانه آنها، میگم their. کارخانه به انگلیسی میشه factory نه ها factory. دقت کن یه او داره، اون او رو بخون ا. factory. پس میگم their factory. خیلی باش. ببین یه نکته اینجا میمونه. تو ممکنه از من بپرسی بگی توسلی من یه موقع دوست ندارم بگم مثلا چه میدونم مثلا شلوار او، موبایل آنها، میخوام اسم طرف رو بگم. میخوام مثلا بگم صندلی رضا، میخوام این رو بگم. خب اینو چجوری بیام بگم؟ ببین کاری نداره. وقتی بخوای ملکیت رو برای اسمهای خاص نشون بدی، تو میای بهت گفتم ملکیت ها برعکس فارسی گفته میشن و نوشته میشن. خب میخوای بگی صندلی رضا، خب اول میای رضا رو مینویسی. خب رضا هم دقت میکنی دیگه، به خاطر اینکه یه اسم خاصه من با آر بزرگ نوشتمش. میگی رضا. خب صندلی هم که میشه chair. درسته؟ صندلی هم میشه chair. ببین تو میای چیکار میکنی؟ یه اپاستروفی است، یعنی یه آپاستروف است، میای به این رضا اضافه میکنی. یعنی میگی رضا's chair. این یعنی صندلی رضا. این مالک این صندلی است. این آپاستروف اس گرفته. به این آپاستروف اس میگن آپاستروف اس مالکیت. به همین راحتی. خب حالا دیگه کاری نداره. مثلا نگاه کن، میخوای بگی
مداد مریم. برعکس میگی، اول مریم رو میاری بعد پنسل که میشه مداد رو میاری، فقط بینشون یه آپوستروف اس مالکیت هم برای اون مریم میذاری، میگی مریمز پنسل. پنسل. خب حالا فرقی نداره ها، بعضی از اسما هستن آخرشون زی یا زد دارن و بعضی از اسما هم هستن آخرشون اس دارن. تو دوباره همین کار رو براش میکنی ها. مثلا نگاه کن، مثلا چی بگم؟ میخوام بگم که مثلا لیز یه اسم لیز، خب میگم لیز، خب یه آپوستروف اس میذارم، میگم که آقا کتاب لیز میشه لیزز بوک. لیزز بوک به همین راحتی. خب یا مثلا یکی از اسمش ترست، مثلا یه اسمه، خب ترست، مثلا من می نویسم اسم طرف ترسه، میخوام بگم که مثلا میخوام بگم لباس ترس، لباس مثلا درس، میگم چی؟ tresses dress. خیلی خوب میگی ولی توسلی بس نکن. اول این چی شد؟ برعکس شد. برعکس، لباس ترس، کتاب لیز، مداد مریم، صندلی رضا. ولی تو میگی توسلی من قبلا یه جای دیده بودم اگه اس داشت یه کارای دیگه ای میکردیم. یادت باشه یه سری از اسمها، خب یعنی بیشتر اسمها وقتی که میخوان جمع بشن یه اس جمع میگیرن ها. مثلا دانش آموز میشه student. حالا دانش آموزان میشه students. معلم teacher. معلمان میشه teachers. خب حالا یادت باشه اگر اون مالکی که من اینجا میذارم خودش جمع باشه و اس جمع بگیره، این خیلی مهمه، اس یا ای اس جمع بگیره، من دیگه آپاستروف اس بهش اضافه نمی کنم برای نشون دادن ملکیتش یا مالکیتش. میام یه دونه آپاستروف خالی بعد از اس جمعش میذارم که هم نشون بدم این جمعه و هم نشون بدم این چیزی که این عبارتی که دارم میگم یا مینویسم، چون این تو نوشته خودش رو نشون میده دیگه. خب این عبارتی که دارم مینویسم چیه؟ ملکیته و داره مالکیت رو نشون میده. مثلا میخوام بگم اتاق معلمان، خب ملکیت و برعکسه، پس اول معلمان رو میارم و بعد اتاق. نگاه کن مینویسم چی؟ معلمان میشه teachers، اتاقم که میشه room. خیلی خوب ببین teachers الان جمع بسته شده، یعنی یه اس جمع گرفته. وقتی بخوام ملکیت اینو نشون بدم یه دونه آپاستروف میذارم بعد از این اس جمع، پس میشه اتاق معلمان. پس یادت باشه اگر اسمت، یعنی در حقیقت اسم اول که خواست آپاستروف اس مالکیت بگیره خودش already از قبل اس جمع داشت، تو برای اینکه ملکیتش رو توی نوشته نشون بدی یه آپاستروف اس در حقیقت یه آپاستروف خالی بعد از اس جمعش میاری. پس و همچنین موقع خوندنش هم دیگه نمیگی teachers room، میگی teachers room. حالا یا مثلا میخوام بگم چی؟ میخوام بگم کلاس دانش آموزان. دانش آموز میشه students میشه دانش آموزان. خب ملکیت و مالکیت داره نشون میده، برعکس میگم و همچنین مینویسمش، میگم students، این شد دانش آموزان. کلاس هم که اینجاست میشه class، میگم کلاس دانش آموزان. چه شکلی نشونش میدم این مالکیت رو؟ یه آپاستروف اس مالکیت، اسخای میکنم من میگم آپاستروف اس چون همش تو زبون میاد آپاستروف اس،
نه، یه آپاستروف مالکیت میذارم بعد از این اس جمعش. نمیام یه اس بهش اضافه کنم و به هیچ عنوان، فقط یه آپاستروف بعد از اس جمعش میذارم. نیایی بذاری اینجا قبلش ها. چرا؟ چون اگه قبلش بذاری دیگه این جمع بودنشو نشون نمیده. خب تو میگی توسلی یه سری اسما هستن اس جمع نمیگیرن ولی خب جمعن، اونا رو چیکار کنیم؟ مثلا نگاه کن child میشه بچه، child. نگاه کن اینجا برات مینویسم child. جمع این یادته چی میشد؟ میشد چی؟ child؟ نه میشد children. بیقاعده است، استثناء، اینجوری جمع بسته میشه children. مینویسم children، نخونی ها، children. مفردش میشه child، جمعش میشه children. مینویسم واسه ناکن، مینویسم children. خب حالا میخوام یه چیزی بگم، یه اسم بعدش بگم که مالکش این بچه ها باشن. خب میخوام بگم اسباب بازی های بچه ها. اسباب بازی به انگلیسی میشد چی؟ میشد توی. جمع میبندمش تویز، چون میخوام بگم اسباب بازی های بچه ها. میارمش اینجا، میگم بذار اینجا یه ذره بریم این برتر بنویسم. میگم children بعد toys. خب ملکیتش چجور نشون بدم؟ یادت باشه اگر یه اسمی به طور بیقاعده جمع بسته شد، یعنی اس جمع یا ای اس جمع در حقیقت نگرفت، مالکیتشو میای مثل اینا نشون میدی، همون آپاستروف اسم مالکیت رو بهش اضافه میکنی. یعنی میگی چی؟ میگی children's toys، یعنی اسباب بازی های بچه ها. پس این نکته‌ای که بهت گفتم یادت باشه وقتی جمع میبندی چه جوری باشه، وقتی اسم همینجوری میاری چه جوری مالکیت رو نشون بدی. و حالا یه نکته ریزم بهت بگم، نکته ریز. ببین من اینو بین بچه ها خیلی میبینم، خیلی زیاد میبینمشون. مثلا یه موقعی میاد بگه، مثلا میخواد بگه آقا کتاب او چیه؟ کتاب او گرونه. گرون به انگلیسی میشه expensive. خب expensive میخواد بگه کتاب او، منظور حالا مثلا دختره، گران expensive است. خب میاد چه شکلی میگه؟ میاد میگه her. خب her book. خب میاد میگه خب این ملکیه دیگه. بذار من اینم با حروف بزرگ بنویسم چون یه جمله است. ملکیه دیگه. میاد میگه خب آقا مگه این ملکی نیست؟ من یه آپاستروف اسم مالکیت به این اضافه میکنم دیگه. نه یادت باشه این موقعی آپاستروف اسم مالکیت اضافه میشه که اولا به مالک اضافهش کنی، خب بعدش این که به یه اسمی برگرده. میدونی؟ یعنی ملکیتش برای یه اسمی باشه. ولی خب این بوکسه مالکش هره، تو دیگه نیاز نداری به آپاستروف اسم مالکیت به بوک اضافه کنی. خب یا حالا مثلا چه میدونم، حالا این شاید خیلی دیده نشه ولی سان به معنای فرزند پسر. میخوام بگم پسر او، نیایی بگی her sons آپاستروف اسم مالکیت به سان اضافه کنی. نه، مالکش همین هره، مالکش هیزه. مثلا میخوام بگی پسر او، اون آقاه، اون مرده، میگی his son. خب نیایی آپاستروف اسم مالکیت به سان اضافه کنی. آنها چند بار گفتم حواستو خوب جمع کن. خب موقعی این آپاستروف اسم مالکیت اضافه میشه که این مالک یه چیزی باشه. خب اون موقع آپاستروف اسم مالکیت رو بهش اضافه میکنی. در صورتی که وقتی هر یا هیز قبل اینسان میاد یعنی مالکش همون هر و هیزه دیگه. خب پس اینجا میگم her book خب هست is expensive، یعنی کتاب او، her book کتاب او هست is expensive. بهتم گفتم همیشه subject verb فاعل یا نهادو بیار her book، فعلش is هست، گرون
expensive یعنی کتاب او گران است. نکن مثل فارسی نیستا، تو انگلیسی شده کتاب او هست گران. به این دقت کن. پس her book is expensive. خب این شد از بحث ملکیت ها. و باز من یه نکته بگم، خیلی همون باز فکر میکنیم اگر یه اسم خاصی هم مثل trust خب به صدای س یا حتی حرف اس یا ز ختم بشه، دوباره من باید همین آپاستروف اس خالی یا یه کار عجیب غریب دیگه ای بکنم. نه، وقتی یه اسم خاصی داری تو به صدای س یا ز یا خود حرف زد و اس ختم شد، برای نشون دادن مالکیتش تو از همین آپاستروف اس مالکیت استفاده کن. چقدر نکته داشت این درسمون، چقدر درس خوبی بود به نظر من. البته نمیدونم تو خوشت اومده یا نه. حتما اگر فکر کردی این درس ها مفید بوده یادداشت برداری کن، یه دفتری چیزی براش داشته باش. اگه درس‌های قبلی رو ندیدی حتما درس‌های قبلی رو برو نگاه بکن و نکته هاش رو ببین. هر سه شنبه و پنج شنبه ساعت 9 شب به وقت ایران بیا و از درس‌ها استفاده کن. و برای اینکه یادت نره دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله بغلش هم بزن.